وقتی میبردنش بالای چوبه دار، سرشو بالا گرفته بود و احساس شهامت میکرد و با صدای رسا و بلند میگفت این عاقبت کسیه که مرد باشه، این عاقبت کسیه که باج به شغال نده. از خودش تعریف میکرد و انگار مدال المپیک رو بهش دادن. اما پشت این دفتر سنگین جنایتکار خبیثی قرار گرفته بود. همراه ما باشید تا در این برنامه گذری داشته باشیم به زندگی نامه ممل خان، گندلات خطرناک و صد البته خوفناک کرمان که مردم برای مردنش لحظه شماری میکردن. درود دوستان، مرسی که کانال ما رو برای تماشای یه برنامه دیگه انتخاب کردید. اگه به این سبک از ویدیوها علاقه دارید خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو باب میلتون بود حتما اون رو لایک کنید تا به افراد علاقه‌مند بیشتری نمایش داده بشه. هزاران حیف که با وجود مردای واقعی مثل روح الله داداشی، غلامرضا تختی و هزاران بزرگمرد دیگه در این آب و خاک لفظ مرد رو هم برای کسانی مثل محمد رفیعی استفاده کرده. جنایتکار خبیث و کثیفی که پرونده شرارتش رو یه تریلی یدک نمی‌کشید. اسم واقعیش محمد رضا رفیعی بود و در سال 1350 در یکی از شهرستان‌های بم به دنیا آمد. با بزرگتر شدن محمد رضا و ورود اون به دنیای خلاف و شرارت، مثل همه اوباش و گندلاتا برای اون هم لقبی انتخاب کردن. هم پالگی‌ها و هم قماشای خودش اون رو ممل خان صدا می‌زدن. اسوه شرارت و بزن بهادری. اما مردم عادی از دست محمد رفیعی فراری و آسی بودن. هر جایی ممل میرفت مردم گذرشون رو عوض میکردن تا مسیرشون با این جاهل مسلک یکی نباشه. خلاصه توی الواتی و شرارت رقیب می‌طلبید تا گذرش به کرمان افتاد و این شهر رو هم به فتوحات زندگیش اضافه تر کرد. توی کرمان هر کاری که دلش میخواست میکرد. آدم آبروداری نبود و همین خاطر کسی جرأت یکی به دو کردن با اون رو نداشته. گذشت تا اینکه خلافه ممل بالا گرفت و اون خونه فحشا و فساد خودش رو دایر کرده. حسابی پول به جیب میزد و با همون پول دهن مخالفای ریز و درشت خودش رو میبسته. این وسط هم تا دلتون بخواد جرم و جنایت‌های متعددی رو مرتکب شد و کسی هم جرأت قطع علم کردن و اعتراض کردن به این وضعیت رو نداشته. طولی نکشید که با این توصیف کرمان به منطقه تحت امر این لات مبدل شده بود و کلی نوچه و جوجلات دور ممل رو گرفتن. حالا دیگه واسه خودش کسی شده بود و خدم و حشمی به هم زده بود. ممل خان به دخترها و زنهای بیوه رحم نمی کرد و به سراغ پسرهای خوشگل شهر هم اومده بود و گهگداری ترتیب چندتایی رو میداد. محمد رضا با تهیه مدارک و فیلم اونها را مجبور به سکوت و تن دادن به دفعات بعدی هم کرده بود و این اشخاص هم از ترس بی‌آبرویی و رسوایی حرفی از دست درازی‌های ممل نمی‌زدن و یه جورایی تن به این کار میدادن. بعد از این جریانات و بزرگ شدن اسم ممل خان دیگه پول و کاسبی زنهای تنفروش هم جوابگوی اون و نوچه‌هاش نبود و همین هم باعث شد اون تصمیم بر برپایی یک باند سرقت و فروش مواد مخدر بگیره. خلاصه رفته رفته هر چقدر جلوتر میریم پرونده این گندلات بزرگ و بزرگتر میشه و سرقت و زورگیری و حتی آدمربایی هم به پرونده این لات اضافه تر میشه. در این بین روایتی از اولین دستگیری ممل خان توسط پلیس خیلی بازگو میشه که ما هم اون رو برای شما تعریف میکنیم تا بدونید چرا کسی جرأت لو دادن این لات رو نداشته. میگن یکی از همسایه ها از این وضعیت رقت انگیز خسته میشه و آمار ممل رفیعی رو به کلانتری های کرمان گزارش میکنه. محمد رضا هم وقتی از جریان مطلع میشه همسر اون فرد رو میدزده و در یک منطقه خرابه به اون تعرض میکنه و در نهایت جسد زن رو هم از بین میبره. این جریان در صورت اتفاق افتاد که فرد مضروب حامله بوده و در اصل محمد رفیعی به قتل 2 فرد به شکلی وحشیانه مرتکب شده بود. به همین خاطر هم مدتی بعد از ناپدید شدن اون زن ممل رو دستگیر میکنن و به زندان اوین میفرستن. اما میگن ممل خان زیر بار نرفته و چون که شواهدی هم در اون زمان در دسترس مأمورین نبوده بعد از گذشت چند ماه اون رو از زندان آزاد میکنن. بعد از این جریان ممل خان دوباره به کرمان برمیگرده تا شرارت رو از نو شروع کنه. بعد از اون پرونده ترسناک دیگه حتی یک نفر هم جرأت سرشاخ شدن با ممل رفیعی رو نداشته. تا همین جای داستانم پرونده این لات به اندازه کافی سنگین شده، اما اگه بخوایم در زندگی نامه این فرد کاوش بیشتری انجام بدیم به یک تعرض و آدمربایی دیگه پی میبریم. گویا محمد رضا بعد از چند سال عاشق و دلباخته دختری دانشجو به اسم الناز میشه.
اما مادر الناز از تماس‌ها و پیامک‌بازی‌های دخترش از رابطه مخفی اون با محمد رضا باخبر میشه و وقتی درباره محمد رضا رفیعی در کرمان تحقیق انجام میده متوجه میشه که دخترش درگیر یک باند بسیار شرور شده و ممکنه بلاهای جدی سرش بیاد. به همین خاطر مادر الناز از دخترش خواهش میکنه که از این رابطه خطرناک بیرون بیاد و زیاد ماجرا رو کشش نده. اما مدتی بعد از این صحبت‌ها الناز غیب میشه و دیگه جوابی به تلفن‌های خانواده‌اش نمیده و مادر الناز متوجه میشه که بلایی سر دخترش اومده و مطمئنه به جز ممل خان کسی پشت این داستان نیسته. به همین خاطر با یه نقشه حساب شده مامورین آگاهی ممل خان رو جلوی بیمارستان گیر میندازن، اما تو گزارشی که پلیس منتشر کرد محمد رضا رفیعی زیر بار هیچ آدمربایی نرفت و تموم اتهاماتش رو رد کرده. به شکلی باور نکردنی الناز بعد از چند روز سر و کله‌اش پیدا میشه و با چند تا دروغ داستان رو برای مامورین آگاهی جمع میکنه و الناز مادرش رو هم قانع میکنه که شکایتش رو از محمد پس بگیره و دنبال حقیقت این داستان نباشه. اون پرونده بسته شد، اما شک مامورین به این متهم برداشته نشد و در تمام مدت پلیس این گندلات رو زیر نظر داشته. بعد از این جریان ممل مدت کوتاهی به زندان میافته، اما خاله ماده الناز دخترشون رو به شیراز بردن تا ادامه زندگیش رو در اونجا سپری کنه و قید ادامه تحصیل در کرمان رو زدن. بعد از گذشت مدتی ممل خان از زندان آزاد میشه و بعد از چند روز از این داستان بو میبره و میفهمه که الناز به شهر شیراز رفته. به همین خاطر محمد عازم شیراز میشه تا عشق گم شده خودش رو پیدا کنه. با مزاحمت‌های دوباره ممل خان مادر الناز پلیس رو خبر میکنه، اما غافل از اینکه پلیس در همون پرونده قتل و تعرض به محمد رفیعی مشکوک بوده و همه کارهای اون رو زیر نظر داشته. خلاصه که توی عملیات برق‌آسا محمد رضا رفیعی ملقب به ممل خان بازداشت و روانه زندان میشه. اما این تو بمیری از اون تو بمیری یا نبود. پلیس آگاهی در این چند ماه تمام پرونده ها و جزئیات خلافای ممل خان رو ریز و درشت استناد کرده بود و اداره آگاهی و مامورین راه در روی برای این جاهل مسلک باقی نذاشته بودند. در اولین دادگاه تشکیل شده برای محمد رضا رفیعی قاضی پرونده به جرایم تجاوز، لواط، قتل، آدمربایی و دایر کردن خانه‌های فساد و فحشا ممل خان یا همون ممل خان مصداقی رو با حکمی قاطع و بدون بخشش به اعدام در ملأ عام محکوم کرده. محمد رضا با پررویی قصد داشت حکم رو به دیوان عالی ببره تا شاید بتونه با پارتی بازی و زد و بند حداقل یه درجه تخفیف بگیره و به زندگی نکبتبارش تو زندان ادامه بده. اما در یک تصمیم بسیار خداپسندانه قضات عالی رتبه کشور هم حکم دادگاه رو تایید کردند و سرانجام این شرور اوباش در حضور مردم به دار مجازات آویخته شد. اما جالبتر اینجاست که حتی در اون زمان هم این متهم زیر بار جنایتاش نمیرفت و میگفت این آخر عاقبت یه آدم با غیرته، مثل مرد بالا میرم، چرا نرم؟ کاری نکردم که ناراحت باشم. شما باید بترسید که دارید منو بیگناه مجازات میکنید. خلاصه که به قول یه بزرگی یاسین برای خرخوندنه. هنوز کلمه آخر از دهنش بیرون نیومده بود که چهارپایه زیرش رو زدن تا به زندگی کثافتبار این لات پایان انکارناپذیری بدن. اینم از عاقبت ممل خان و پایان داستان یک گندلات دیگه. امیدوارم برای خیلیا که عشق این راه رو دارن عبرتی بوده باشه. ممنونم که تا انتهای پرونده همراه ما بودید. دیدیم که در نهایت پرونده زندگی این گندلات معروف به شکلی باور نکردنی و ترسناک به خط پایان رسید. امیدوارم که از توضیحات ما راضی بوده باشید. سعی کردیم مطالب مفید و جالبی درباره پرونده این شخص براتون نقل و روایت کنیم. اگه کانال رو سابسکرایب دارید فردا شب هم با یه پرونده جدید هم دیگر رو ملاقات میکنیم. اما اگه عضو کانال نیستید باعث افتخاره که عضوی از ما باشید. پس با سابسکرایب کردن کانال از ما و فعالیتامون حمایت کنید و اگه ویدیو رو هم دوست داشتید اون رو حتما لایک کنید تا به افراد علاقه‌مند بیشتری نمایش داده بشه. اگه هم به یه داستان خاص علاقه دارید کافیه تو بخش کامنت ها برای ما اسمشو بنویسید تا ما در آینده به اون روایت هم گذری داشته باشیم. طبق روال به رسم همیشگی کانال ما تا یه ویدیو دیگه و یه پرونده جنایی دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.